درود دوستان عزیز، به کانال داستان‌ها و حکایت‌ها خیلی خوش آمدید. من وحیده هستم، راوی قصه های این کانال. خیلی خوشحال میشم با سابسکرایب کردن کانال از من حمایت کنید و با نوشتن نظراتتون در قسمت نظرات به من در جهت پیشرفت کانال کمک کنید. موفق و پیروز باشید. کشتی در طوفان شکست و غرق شد. فقط 2 مرد توانستند به سوی جزیره کوچکی بدون آب و علف شنا کنند و نجات پیدا کنند. 2 نجات یافته دیدند هیچ نمیتوانند بکنند. با خود گفتند بهتر است از خدا کمک بخواهیم. بنابراین دست به دعا شدند و برای اینکه ببینند دعای کدام بهتر مستجاب می شود به گوشه از جزیره رفتند. نخست از خدا غذا خواستند. فردا مرد اول درختی یافت و میوه‌ای بر آن را خورد، اما مرد دوم چیزی برای خوردن نداشت. هفته بعد مرد اول از خدا همسر و همدم خواست. فردا کشتی دیگری غرق شد. زنی نجات یافت و به مرد رسید. در سمت دیگر مرد دوم هیچ کس را نداشت. مرد اول از خدا خانه، لباس و غذای بیشتری خواست. فردا به صورتی معجزه‌آسا تمام چیزهایی که خواسته بود به او رسید. مرد دوم هنوز هیچ نداشت. دست آخر مرد اول از خدا کشتی خواست تا او همسرش را با خود ببرد. فردا کشتی آمد و در سمت او لنگر انداخت. مرد خواست به همراه همسرش از جزیره برود و مرد دوم را همانجا رها کند. پیش خود گفت مرد دیگر حتما شایستگی نعمتهای الهی را ندارد، چرا که درخواستهای او پاسخ داده نشد، پس همینجا بماند بهتر است. زمان حرکت کشتی ندایی از او پرسید چرا همسفر خود را در جزیره رها می کنی؟ مرد پاسخ داد این همه نعمت‌هایی که به دست آورده ام همه مال خودم است و خودم درخواست کرده ام. درخواست‌های همسفرم که پذیرفته نشد، پس چه بهتر که همینجا بماند. آن ندا گفت اشتباه می‌کنی، تو مدیون او هستی. هنگامی که تنها خواسته او را اجابت کردم این نعمت به تو رسید. مرد با تعجب پرسید مگر او چه خواست که من باید مدیونش باشم؟ آن ندا پاسخ داد از من خواست که تمام دعاهای تو را مستجاب کنم. شاید داشته های ما را مدیون کسانی باشیم که برای خود هیچ نمیخواستند و فقط برای ما دعا میکردند. ممکن است همه موفقیت و ثروت و هر چیز دیگر که داریم را مدیون آن 2 فرشته‌ای باشیم که ما را بزرگ کردند بدون هیچ توقعی. روزی پسری نزد شیوانا آمد و به او گفت که یکی از افسران امپراتوری مزاحم او و خانواده‌اش شده است. هر روز به نحوی آنها را اذیت می‌کند. پسر جوان گفت افسر گارد امپراتور مبارزی بسیار جنگاور است و در سراسر سرزمین امپراتوری کسی سریعتر و پرشتاب‌تر از او حرکات رزمی را اجرا نمی کند. به همین خاطر هیچ کس جرأت مبارزه با او را ندارد. این افسر نامش برقاساست و آنچنان حرکات رزمی را به سرعت اجرا می کند که حتی قوی ترین رزماوران هم در مقابل سرعت ضربات او کم می آورند. من چگونه می توانم از خودم و حریم خانواده‌ام در مقابل او دفاع کنم؟ شیوانا تبسمی کرد و گفت او را به مبارزه دعوت کن و در نبردی مردانه او را سر جایش بنشان. پسر جوان لبخند تلخی زد و گفت چه میگویید؟ او برق‌آساست، سریعتر از برق ضربات خود را وارد می‌سازد. من چگونه میتوانم به سرعت به او ضربه بزنم؟ شیوانا با همان لحن آرام و مطمئن خود گفت او را به مبارزه دعوت کن.
و در نبردی مردانه سر جایش بنشان. برای تمرین ضربه زنی برق‌آسا هم فردا نزد من آی تا به تو راه سریع‌تر جنگیدن را بیاموزم. فردای آن روز پسر جوان لباس تمرین رزم به تن کرد و در مقابل شیوانا ایستاد. شیوانا از جا برخاست، به آهستگی دستانش را بالا برد و با چرخش همزمان بدن و دست و سر و کمر و پاهایش ژست مردی را گرفت که قصد دارد به پسر جوان ضربه بزند. اما نکته اینجا بود که شیوانا حرکت ضربه زنی را با سرعتی فوق‌العاده کم و تقریباً صفر انجام داد. یک ضربه شیوانا به صورت پسر نزدیک 1 ساعت طول کشید. پسر جوان ابتدا مات و مبهوت به این بازی آهسته شیوانا خیره شد. سپس با بی‌تفاوتی در گوشه‌ای نشست. 1 ساعت بعد وقتی نمایش ضربه‌زنی شیوانا به اتمام رسید، شیوانا از پسر خواست تا با سرعتی بسیار کمتر از او همان ضربه را اجرا کند. پسر با اعتراض فریاد زد حریف او سریع‌ترین مبارز سرزمین امپراتور است. آن وقت شیوانا با این حرکات آهسته و لاک پشتوار می‌خواهد روش مبارزه با برق‌آسا را آموزش دهد. اما شیوانا با اطمینان به پسر گفت که این تنها راه مبارزه است و او چاره‌ای جز اطاعت را ندارد. پسر به ناچار حرکات رزمی را با سرعتی فوق‌العاده کم اجرا نمود. یک حرکت چرخیدن که در حالت عادی در کسری از ثانیه قابل انجام بود، به دستور شیوانا در 2 ساعت انجام شد. روزهای بعد نیز شیوانا حرکات جدید را با همین شکل، یعنی اجرای حرکات چند ثانیه‌ای در چند ساعت آموزش داد. سرانجام روز مبارزه فرا رسید. پسر جوان مقابل افسر امپراتور ایستاد و از او خواست تا دست از سر خانواده‌اش بردارد. افسر امپراتور خشمگین بدون هیچ توضیحی دست به شمشیر برد و به سوی پسر جوان حمله کرد. اما در مقابل چشمان حیرت زده سربازان و ساکنین دهکده، پسر جوان با سرعتی باور نکردنی سر و صورت افسر را زیر ضربات خود گرفت. در یک چشم هم زدن برق‌آسا را به زمین کوبید. همه حیرت کردند و افسر امپراتور ترسان و شرم زده از دهکده گریخت. پسر جوان نزد شیوانا آمد و از او راز سرعت بالای خود را پرسید. او به شیوانا گفت ای استاد بزرگ، من که تمام حرکات را آهسته اجرا کردم. چگونه ممکن بود که هنگام رزم واقعی اینقدر سریع عمل کردم؟ شیوانا خندید و گفت تک تک اجزای وجود تو در تمرینات آهسته تمام جزئیات فرم‌های مبارزه را ثبت کردند و با فرصت کافی ریزه‌کاری‌های تک تک حرکات را برای خود تحلیل کردند. به این ترتیب هنگام رزم واقعی بدن تو فارغ از همه چیز دقیقاً می‌دانست چه حرکتی را به چه شکل درستی باید انجام دهد. در زندگی هم اگر می‌خواهی بهترین باشی، باید عجله و شتاب را کنار بگذاری و تمام حرکات را ابتدا به صورت آهسته مسلط شوی. فقط با صبر و حوصله و سرعت پایین است که می‌توان به سریع‌ترین و پیچیده‌ترین امور زندگی مسلط شد. راز موفقیت آنها که سریع‌ترین هستند همین است. تمرین در سرعت پایین، به همین سادگی.